جک استیری رو داریم، چراغ TPMSش روشنه. میخوام بررسی بکنیم ببینیم که مشکلش چیه. TPMS هم برای سنسور فشار باد لاستیک هست که با دستگاه مخصوص خودش بررسی میکنیم ببینیم که مشکل این ماشین از کجاست. چرخ جک استیری رو باز کردیم، اصلا سنسور TPMSش رو برداشتن نداره، شکسته. هم والفاشو عوض کردیم. ببینید این والف خودش بود که یک طرف که نداشت کلا، یک طرف هم شکسته بود. این رو ما تعویضش کردیم. حالا میخوایم برنامه‌ریزی کنیم با دستگاه برنامه‌ریزی کنیم و چراغ TPMS رو خاموشش. چراغ TPMS هنوز روشنه. حالا باید بریم با دستگاه معرفی بشه. میریم توی جک ریفاین استیری. ببین دوباره من بیام تو منوش، جک ریفاین استیری، چک سنسور. وقتی این حالت میاد باید سنسورها رو از روی خود چرخ اسکن کنه یکی یکی، مثل اینکه دقیق در میاد. این سنسور اول شناسایی شد. سنسور دوم یعنی چرخ جلو راست. دو تای عقب و ما سنسوراشو تعویض کردیم براشون. اینم سنسور سومین و سنسور 4. آیدی ها رو میزنه، دما رو میزنه، فشار هم میزنه. حالا باید وصل بشیم به ماشین و این سنسورها رو به ماشین معرفی بکنیم. میایم توی ریله، آیدی، با این آیدی هایی که خونده شده و چراغ TPMS شروع میکنه چشمک زدن. چراغ TPMS خاموش شد. اینم سنسور استادی ساکسس. این که کار تموم. چراغ TPMS هم دیگه خاموش. این ماشین جک استیری.